به نام خدا، با سلام، با حل کار در کلاس صفحه 38 از کتاب ریاضی ششم در خدمتتون هستم. سوال اول گفته کشاورزی نیمی از زمین خود را گندم کاشت. برای شما هم کشیده، زمینشو نصف کرده، نصفشو گندم کاشته. نیم دیگر رو 3 قسمت کرده، 1 2 3. و در یک قسمت آن جو و در یک قسمت دیگر یونجه کاشته. جو و یونجه اینجا کاشته. سپس قسمت سوم را هم نصف کرد، یعنی اینو هم اومده نصف کرده. یه قسمتش چی کاشته؟ سبزی کاشته. او چه کسری از زمین خود را سبزیجات کاشته است؟ از شکل استفاده کنید. بچه ها ببینین اولش اومده نصفش رو به 3 قسمت تقسیم کرده. خب منم میام اینو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنم. بعد اومده یکی از این قسمت ها رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کرده. خب من هم میام همین کار رو میکنم. دقیقا همین خط رو میکشم، اینا رو هم به همین شکل تقسیم میکنم. حالا کلا چند قسمت مساوی داریم بچه ها؟ 6 قسمت مساوی اینجا هست، 6 قسمت هم اینور هست. پس کلا 12 قسمت مساوی داریم که یک قسمت از 12 قسمت مساوی سبزی کاشته شده. پس میگیم 1/12 از زمین خود را چی کاشته؟ سبزی یا سبزیجات کاشته است. سوال 2. 3/4 دانش آموزان یک کلاس در مسابقات دهه فر شرکت کردند. 1/3 این تعداد در مسابقه عکاسی راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند. اگر تعداد کسانی که در مسابقه عکاسی شرکت کردند 8 نفر باشد، این کلاس چند دانش آموز دارد؟ بچه بیایم با شکل نشون بدیم. یه شکل بکشیم. خب این شکل نمیدونم چرا مرتب نمیشه. خیلی خوب. 3/4 من میام اینو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنم. 3 قسمت از 4 قسمت مساویشون یعنی از اینجا تا اینجا چی شده؟ شرکت کردن. من حالا یک گوشش رو رنگ میزنم که متوجه بشی. بعد گفته چی؟ 1/3 از اینا در مسابقه عکاسی شرکت کردن. این قرمز عکاسیه. حالا اگه گفته این تعداد کسایی که تو مسابقه عکاسی شرکت کردن 8 نفر باشه، یعنی 8 نفر باشه، گفته چی؟ این کلاس چند دانش آموز دارد؟ خب 3/4 که تو مسابقه شرکت کرده بودن، 1/4 هم شرکت نکردن. اینا اگه هر کدوم 8 باشه بچه جواب به دست میاد دیگه. میشه 4 ضرب در 8. 4 ضرب در 8 میشه 32. پس چند دانش آموز داره؟ 32 دانش آموز. خیلی خوب. اگر دوست داشتین فهرست فیلم‌های ما رو ببینین، به مسکول .ir سر بزنین و از آدرس فضای مجازیمون که براتون نوشته شده هم استفاده کنین. خداحافظ.